تأثیرگذاری فیلم‌های ایرانی تا حدی که دوست من میگفت بیرون ساندویچ خورده بودم، مسموم شده بودم، تو خونه جلو پسر 6 سالم اوق زدم، گفت بابا حامله‌ای. سریال ها رو می‌بینی روش تاثیر می‌ذاره. شما اصلا در یک فیلم ایرانی اگر دیدی یه لیوان شکست و طرف موقع جمع کردن به خورده‌هاش دستش نبرید، من به اون فیلم اسکار میدم. تکراری داشت از جوی که در سالن حاکمی. بسیار انسان‌هایی هستید که به موسیقی علاقه‌مندید، حس سیری ناپذیری نسبت به این موضوع دارید. علیرغم کمی الان یکی از بهترین‌های موسیقی پاپ که در چند سال اخیر به عنوان یک سبک و سیاق جدید با یه سری تقریبا که چند از من روی صحنه اومد و ایفای نقش کرد. دیدید که شهرام شده مو کاشته؟ پودر اونا نمیخوام آبروش ببرم، اما من یه کوچولو از شهرام هم بخونم. ها رو کسا به افتخار من بزنید. که میگم اشتری مفنون حالا باید دیگه لیلی چاله مفنون مفنون سرم اومده شده آبای نون فرس و دمدگیش دلیلی را بیرونه اما علمی مشونش دلی کنه از این لحظه به بعد شما این که به من میگید گرام میدید چه کنم؟ موسیقی براتون اجرا کنم، سنتی بخونم یا پاپ؟ سنتی، چون که لجبازی منم میخوام مثل شما بشم. لجبازی ما ایرانی ها تا حدی که خیلی متشکرم. یه چیز دیگه که در خصوص شما من رو به فکر واداشته، زنده باشی. ای کاش اون 4 نفر ردبول نمیخوردن مثل همه عادی زندگی میشه. گوش بدید، یه چیزی که در خصوص شماها باز برای من شگفتی آفریده در لایه‌های درونی ذهنم اینه که علیرغم که اکثرا میدونید یک استندآپ کمدی، یک شومن طنز روی صحنه است، بعضیا رو نگاه میکنم حتی تردید داری تو اینکه بخوای هیجانی از خودت نشون بدی، یه لبخندی بزن. میدونی چرا؟ نه اشکال از شماست که بگم انسان‌هایی به انرژی هستیم و نه من شومن ضعیف هستم. موضوع اونجاست که ما ایرانی ها اصولا انسان های لجبازی هستیم. در تمام دیگر که فرمایش حضرت مولانا همه چیز بازی است الا عشق بازی. عشق این شغله که بر دار و ندارم افتاد، گرهی بود که بر رشته کارم افتاد. جانم از راه گلو داشت می آمد بالا، چنان سخت که یک دفعه فشارم افتاد. آخرین نامت از دست من جایی که گفته بودی که تو را دوست ندارم افتاد. چه بگویم به چه طرزی دل و جانم می‌سوزد، عشق این دارم افتاد. آب رفته به جو نمی آید، با خبر باش او نمی آید. عشق مهمان با ملاحظه ایست، با بفرما که تو نمی آید. چه تفاوتی هست بین عشق و دوست داشتن که یک عمر داریم خودمون بازی میدیم. میگفت دوست دارم ها تو باور کنم مثل امضای ته نامه ها که قرمز رنگی میگی با خونم امضا کردم و طعم آب انار میده. چی رو باور کنم؟ دلی که واسه همه میلرزه، اون دل که دل ژله است. اون پسرایی که مثل کانال تلویزیون هر روز عشقشون عوض میکنن، آخر باید بشینن برفک نگاه کنن. آخر به بنبست است. شرکت شیر پگاه اعلام کرده اخیراً اون پسرایی که دل دخترها رو میشکنن من شیرم و حلالشون نمیکنم.